دوستان خائنت را بشناس. هر کسی دوست و برادرش را در کار گناه ببیند و به جای منع کردن در چهره اش بخندد، در واقع به او خیانت کرده است. این از سخنان فضیل بن عیاض رحمه الله می باشد که در کتاب جواهر العلم آمده است. پس ای برادر و خواهر مسلمان، دوستان خائنت را بشناس و از آنها دور باش. واقعا چنین نفران در اطراف ما زیادند و ما با آنها دوستی داریم. پناه به خداوند از چنین دوستان خیانتکار. اگر نصیحت کردن نمی توانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی به کار خوب راهنمایی کند، برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.